سرتیفیکات نشون داد راداره این همه آدم اومد بودن من لیچنه وایب بودم من اگه حجت کن نشون داد بوده حجت کن نشون داد تلفن حق نداری زدن کی بتا تو کی بتا تو کامیرا ماشین منم ده سیومکه کرو سیومکه حق نداری ای اخو صدای هیچگاه خیانت کردن در کار نیست تکه به همین ملت کنید تکه به همین سرزمین آزادی کنید. نخستین بار است بینندگان گرامی شبکه اصلاح که از شهر توس به اصلاح نامه نوشتند. نامه پر از درد و رنج و آه و درد. مهم این است که ترس را کنار گذاشتند چون نشی ستم محب نامرد باش و زنده باش به حیثیت و عزت و شرفشان بالاخره رخ نکرد. اینا که 16 سال که در بدرم در خونه دودرم خونه شو ببینن دو 16 سال رو نشید که مو در همین خونه چلاویده ایستیم اسکیو که اسکی بیو ایتا در درون خونه اومدن فرود میکردن کمازور آوردن و چه دیف چی نمیفهم لستیه رایم اومد خاتمون بروی گفت از درون سرای زندگی میکردم دودرم در اینجا بود بخیر گفت من بطر خونه میتیم زمین میتیم ما باور کردم چپک دبولم پل نی پگش ارزا نویستم 8 خوجگی رفتیم 8 خوجگی همسایه ایم در درون کابینت در مادیم ارزا بنایید بگو زمینی میتیم من ارزا را نویستم دوره کردم خودم بیسته بودم گفتم اکرد کنی ارزا ما مایده کد اچلدی و دبولم پرت افته گفت ببروی گفت که لیستا را فرود میکنن که برای محکم شو کنی 3 ساعت ما گریه کردم نوله کرده خداوند فقط طلب کردم که ایدم نمجا ببروم ما دیگه حیاتا نمیگه نمیون نه که وقتی ما برمدیم گریسته 8 نفر زندگی کردگی زنک بدیم مثل اومدم اینا 97م 5 فرزند دارم مثل شرایط ندارم مثل بگم که شرایط دارم دیگه دارم در بازار میرم بستگی میکنم هم قیقی چهار تمام بکودا کما میگیرم میو مورا خونه کنم در کنم شرایط ندارم که خونه دارم کجا بریم با یک 5-6 کودک در اینجا 18 خوجگیش هم از بیوه و صغیره هم یکم تاش توی مثل چی نداره باشانی مثل دیمای کودک دارن شرایط ندارن. من بارها تاکید نمودم که جنایت‌های коррупсионӣ کرداری خفناکی ضد دولتی بوده آبروی اعتبار دولت را در جامعه و در عرصه جهانی پس می‌گیرد. از بیدادگری های محب الله سعداللایف برادر زنی امام علی رحمانوف در شهر توس تمام تاجیکستان با خبر است. باور داریم که خود امام علی رحمانوف هم خبر دارد. من هر سال تصدیق میکنم از بس که کدام چاره و تدبیر نمی اندیشد در این جنایت های محب الله نه فقط عزیز مای اپاش امام علی رحمانوف یزنش هم شریک است. مجبور شدم که با ژورنالیستان مراجعه کنم که او یک سنجش خودشون رو برن نسبت سود و نسبت مفهوماتی که از کاری موی برده است. مشکلی که من هزی در سر من دارم 2.5 سال شد 2.5 سال باز یک مشکلات به گرفتار شدگی که برای چی گویم برای آباد کاریم برای مهنت کشیم برای اون که خواستم که 5 فرزند من همچون یک وطن دوست مثل کلام کنم که یک وطنی خودشون رو دوست دارن نه یک خارجی حواسی خارجی کنن و نه یک حواسی روسیه کنن. اگر من گناه همچون مادر گناهگار باشم که 5 فرزندم در پیش خودم داشته ایستاده که 5 برچی وطنی خودش رو آباد کنم گوید همه قدر بالا گرفتار شدگی باشم اگر من دیگه چی کار کنم نمیدونم کجا обратиться من نمیدونم چون که من بدو دومدگی عدستی سعداللایف میبودم خسرو بچه جناب اولی است که در همین روی راست میبرد و گام میزند که من خسرو بچه جناب اولی هستم تو کی هستی تو یک صاحب بی صاحب آدم انسانی بی صاحب چی میخواهند و میخواهند که تمام ملک موی به هیچی گیرد. وطنمان را دوست داریم صدقاً دوست داریم بنیاد کنیم آباد کنیم. صاحبکاران شهر توزی از یک سو از دست کارمندان اداره انداز جانشان به لب رسیده باشد از طرف دیگر از دست همین محب الله و لگن بردار و دمروانش مثل قاری نصرت شهر توزی این محب الله که شعار زندگیش نامرد باشم و زنده باشم است با یک به انصافی و به ناموسانه از پشت یزنه‌اش پریده بازار زن صاحبکار عبداللایف ها را کشیده گرفت و حتی شوهر او را زندان هم کرد. ریدرسکی زخواتی خسرو بچه جناب عالی
غیر قانونی در نی بازار در اومده غیر قانونی اینا کو حجتش اینا الیاسف اینش عبدالستار محمد امین نفش اینا هم آدمایی که در کروپسیا نویستگیان یا همش زاینترسونی آدمای زاینترسونی اینا محیب صدلوی فش انا محترم جناب عالی التماس التجا میکنیم از شما امیر خصوص من التجا کردن بگید شما در دهم ایول در پیش همه گفتن که قانون برای همه یک است که قانون برای همه یک نبود است من نماینده خصوص بچه شما غیر قانونی آمده بازار تقسیم کردید یگان متر بازار نمیگیری قرار نیست من وزیر تعیین کردم عاقبت بعد 2-3 سال میبینم که عائله وزیر در جاها رفته سفارش داده ایستاده است با جای وزیر انا همین رسم و آیین ها را وقتی که میکنن من عائله وزیر من دختری وزیر من پسری وزیر من پسری رئیس دیگران عزت نفس دیگران میرسیم دیگران میبینن چی آبروی حکومت دولت میماند دنیا را چشم داده وسیع شده بینید مردم ما را آدم حساب نمی کند فوکش در هوا با کبر و کتگی می گردد ولی باور کنید در رویش نور نمانده است ایمان ندارد ما از ناعلاجی صبر پیشه کرده ایم قار نصرت دین فروخته باشد تمام مردم شهر توز را با دستان محب الله شکسته ایستاده است یگان کس صاحب یک پارچه زمین شود و یا عمارت جدید راست کند زود رفته به محب الله خبر می دهد محب در کجا که نباشد رسیده می آید دکان مغازه چایخانه و یا هر چیزی که ساخت مجبور می کند که به او بفروشد اگر $10,000 برای ساختمان مثلا خرج کرده باشد با او 2 یا 3,000 دلار از او با زوری و تهدید میگیرد نه همشه بگیم ما دهنده خانه پرزیدنت رفتیم رئیس شهر در آمده ایم 2 کسی من در آمدم همه دیده تصدیق کرده پادپیس کرده شما یک کمبازه یافتی همین خونه این قرارش سود است شما میگید قبول ندارین من برای سیامکا میگم که تو پگاه مرا تهمت نکنی خانم اومدی فلان کار کردی خونه بده کی کشی دست نبودی دست بزنم میمری دست خود بگو گفت فهمیدی همه همه خونه را شما دست و به نفر دیگر با نرخ بالاتر از 10,000 میفروشد و با صاحب آن بنا تهدید میکند که آوازت برآمد رفتم مادر و زن و خواهرت را فلان میکنم آنچه میگویم ما تهمت و دروغ نیست بینندگان گرامی تمام صاحبکارها از دست محب به روسیه فرار کرده‌اند من یوسف زناگیره ساکن نایه شهرتوز شوهر من در نایه شهرتوز با تجارت مشغول بود خورزواد شهرتوز یک ماشین کنجوره با مبلغ 5,000 سومانی گرفته بود پول همون کنجوره ما داده بودیم خورزواد بعد محیب صدوی باشد همون پول کنجوره حساب کرد و کارغان ما بار می آوردیم مسئله ساختمانی پولی ویم قسمت کم کم پولی همون مسئله ساختمانی هم ما داده بودیم و همین پوله حساب کرده محیب صدوی با بانه همون کنجوره قطعی ما شناسایی پیدا کرد و خانی ما آمده رفته شوهری من با قرضوی همون پوله دادگی حساب کرد و یک شب اومده من مجبور کرد که تو من به زبون خط می نویسی که شوهر من همین آدم 15,000 دلار قرض داره بعد یک شوهرم بنای من دویر نیست داده بود همون ایستگاه داشتیم و مغازه و خونه منم بنای من دویر نیست دادگی بودم همون دویر نیست من طلب کردن که همه من با میتی من روزی نشدم بعد من گفتن که با خوبی همون حجت هم البته که نباشم من تیه هم خانه میگیرم هم مگزین تا و هم اسکوتا مافیا شهرتوز بادرگان میکنم من مجبور شدم
мана нотариус ба бурда бланкаи нотариали ба 4 та бланка ба имзои мана гирифтам. ҳамаи ҳуҷҷатҳоя ба номаш оформи кара гирифтам. хонама ба номи ҷиянаш достӣ хоназар кардам. хони мана 5000 сомонӣ ба пули як мошин куҷора ҳисоб кара гирифта $20,000 ба фурӯхтагиам. аз ҳамон сол 10 солае ки шавҳарам нестам. ман намедонам шавҳарам дар куҷо. ман 3 фарзандам қатъӣ мондам бехонаву беҷо. фарзандам касалманд шуданд. духтарчаи калоним касали рӯҳиба гирифтор шуд. духтарчаи майдаам касали дил пайдо кардам. писарчамам ғалти дагиам касалам. 10 сол боз ман ҳамихел дарбадар сарсону саргардон шудам. ман наметонистам ки кӯдакома партуфта якчо рафта ягонҷо кор кунам, барои ин ки фарзандам касал. ман чанд ҷо ба рафтам муроҷиат кардам. гуфтам ки ҳамихел шароит дорам, лекин ягон кас ба арзи доди ман нарасид. ҳама мегуфтанд ки ҳеҷ ки барои ту шуда қатъи хештавори ҷаноб хусурбачаи президент қатъи ҳеҷ ка рафта сар ба сар намешавад. 10 сол шуд ман ба ҳамин азоб ба ҳамин дарбадарию сарсонгарӣ зиндагӣ кара гаштам. ин рӯйрост закас аст. ин рӯйрост ҳадафи нопок дорад. و قریبی در شهر توز یک تویخانه ساخته شد. نامش را گذاشتند مرحبا. در اصل اینجا یک آشخانه عمل میکرد و نامش هم بود کولاب 2700 سالگی. صاحب آن یک ازبک محلی بود. از دست او این آشخانه را به خاطر جایش شده محب کشیده گرفت. یک روز مهلت داد که چیز و چاره اش را برآورد. این بیچاره ازبک مرد 60 ساله که تمام عمر و تمام اولادش در اینجا بود با دیگ و کاسه و چمچه و طبق و کاسه و ویلکش ندانست که دیگر چی کار کند و زندگانیش را چی خیل پیش برد. اشک در چشمانش جاری در قد کوچه حیران و سرسان مثل بیماران روحی می رفت. خیلی گریه کرد ولی یگان جا شکایت و عرض نکرد چون می دانست که این محب است. خسر بچه امام علی رحمانوف پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت و نجات دهنده سیاره است و هیچ فایده ندارد شکایت کردن. اما دهشتناکتر از این کاری امام علی رحمانوف بود. بینندگان گرامی که آمد ولی انتهی این توی خانه را که با زوری گرفته بود زیر رقص و سرود قیچی کرد. همهشان خرسند و در تلویزیون هم گفتند که آن را یک صاحبکار شهر توزی برای مردم ساخته است و برای چند نفر جای کار مهیا کرده است. اما باور کنید به خدا همه دروغ بود. خاک بر سر چنین دولتداری و رعیتداری. مردم شهر توزی که کیها از رحمانوف اخلاصش گشته بود باز بیشتر به او نفرتشان زیادتر شد. اما این به نام تویخانه 3 آشیانه می باشد. در آشیانه یکم دیسکو کلوب، فاحشه‌خانه روی راستی محب است، آشیانه دومش تویخانه و سومش مهمانخانه است. نخواد تاجیکستان تا این درجه خراب و کافرستان شده باشد که در روبروی مکتب شماره 1 و در مابین خلق فاحشه‌خانه ساخته از شب تا سحر موزیک را بلند کرده گرد و اطراف را ناراحت و بی‌ضابطه سازی. همسایه ها چند بار با پروکراتور نوشتند که ما از دست این دیسکو کلوب خواب کردن نمیتوانیم، اما یگان کس چاره اینها را ندید چون که میدانند او به کی تعلق دارد و قندشان خورند و چیزی به او بگویند. قاری نصرت در محله غرمی های شهر توز زندگی می کند. تمام قومش یعنی غرمی ها از این آدم سخت بیزار شده اند و زمین های قفای بازار مرکزی شهر توز را از آن خود کرده است. هر یک سوداگر تخته و شیفر عموما مصالح ساختمانی با او تا 6000 سامانی پول اجاره می دهند.
آنجا چندین نفر صاحب کار فعالیت میکند. قاری نصرت یگان میده پول برق و انداز نمی سپارد صدقه نام قارگی شود که حتی مردم خودش را با محب الله بارها فروخته است و این فروختنش تا به امروز ادامه دارد و حتی مردم را از نام محب الله میترساند. میگفته باشیم محب الله ملک الموت باشد. صاحب و رئیس شهر توز واقعا محب الله می باشد. آنهایی که اینجا رئیس شده می آیند در نزد محب الله کسی نیستند. شکایت را مردم پیش قاری نصرت نوکری محب الله برده می رسانند و او آنها را با محب الله می برد. پرزیدنت باید این خسور بچه هایش را از تاجیکستان دفع کند و اگر نه کدام روز هم سر خودش و هم سر رستم پسرش را میخورند، سر همهشان را، سر حکومتشان را میخورند. به خدا قسم اگر سر نیش محب الله گرفته نشود کدام روز مردم این سه ناحیه میخیزند و با خود تمام مملکت را همراه میکنند، چون که آنها یک ناحیه شهر توز نه تمام ولایت ختلان را به داد آورده اند. یک قسمش در چپایف، یک قسمش در قرغان تپه، یک قسمش در نارک و عموما تمام ولایت ختلان مردم را تماما از جان بیزار کرده اند. درباره اداره انداز ناحیه چیزی گفتن نمی شود. 6 ماه پس سردار این اداره در ناحیه ما عوض می شود. حاضر هم عوض شد. نامش خواجه ظفر، یک آدمی حرامخوری بیسوادی، ترسو، بی مدنیت و بی فراست است. همه را گروزید کرده. بر علاوه از بیزنسمن ها تا حال باقی مانده مجبوری قرض میگیرد و انداز ناحیه را می سپارد، فقط به خاطر آن که در بالا گویند که کار را نقص پیش برده ایستاده است و اندازها را سری وقت جمع می کند. ما درباره آینده فرزندهایمان در تشویشیم که با این وضع و حال کی داریم چی می شده باشد. شاید بینندگان گرامی باور نمی کنید اگر که بگویم صاحب کارها را مجبور کرده ایستاده است که از بانک ها قرض گیرند و اندازهایشان را پیشکی سپارند. آخر این چی جبر و ظلم است بر این مردم این منطقه؟ ما چی گناه کرده ایم؟ برای صاحب کار یک انداز 2 انداز می شود، چون که در بالای آن قرضی می گرفتش باز پرسنتی بانک هم اضافه می شود. این کارها شاید در دوره غلامداری هم نبودند. همین خدمت میکنیم که ما نمیدونیم، نمیشنویم، این اخبارات ها نیست. کدام خدمتچی چی انتظام دارد، خب چی منبعهای درآمد دارد، از کجا کار و زندگیش، رنگ آینه برای در پیش شما باید باشد. شما افکار امور را باید آموزید. دور نرید، روید بازار روید، میفهمید چی فایزش راست است. آوازهای میشان میگویم در کجا کدام کارمند چی کار دا مشغول است. در همینجا بریم چی در همه نکردی که وقتش خاموش کنم. اگر بستی نخلی می اومد بازی پاجانی بگه که با همین درجه فعلا یگان شهر توزی در وظیفه های مسئول ناحیه کار نمی کند. همه اشان از بچکوی بالا اند. چند سال پیش یک ازبک سردختور شهر توز بود. او را برای 20 سامانی دستگیر کردند. باور کنید برای پستوه کردن این عائله به تمام فجایع و رذالت واقعا هم آماده‌اند. زندانی شد این بیچاره، ولی 1 سال نگذشته آن گلورش در محبس جان باخت، مرد. از آن که یک آدم آبرومند بود دلش دیگر طاقت نکرد و ترکید، ولی او را برای وظیفه‌اش قصداً پستوید کرده بودند. یک متخصص درجه عالی و آدم سالش هم کلان بود. بعد این حادثه ننگین تمام دکترهای شهر توز کار را ترک کردند و اکثریت به روسیه هجرت نمودند. حاضر بینندگان گرامی، بیمارخانه شهر توز دکتر دیپلم عالیدار 1-2 نفر دارد و خلاص همه به ناحیه قبادیان می روند. محب یک راننده دارد که ملتش ازبک است از ناحیه قبادیان. وقتی محب با عروس خود در شهر توز دم می گیرد و همه کار را به انجام می رساند، به راننده اش سپارش می دهد که این دختر را به خانه اش برده رساند. در راه کدام گپ راننده به این دختری معشوقه محب معقول نمی شود. با محب زنگ زده می گوید که راننده از خود رفته است و من هر خیل گپ زده ایستاده است.
میدونید بینندگان گرامی محب چی کار میکند؟ محب در غضب شده راست خانه راننده میرود و زنی این بیچاره را روی راست تجاوز میکند. این زن از ترس تماما چیزی گفته نمیتواند که مبادا باز فرزندهایش را یگان کار نکند. بر راننده اش میگوید که آوازت را میگیری و میگردی. این مردی ازبک مثل دیوانه گشته بود، چی کار کردنش را نمیدانست. از جبری خسر بچه پرزیدنت و شکایتش به هیچ جای اثر و تأثیر نداشت. رئیسی بازار شهر توز نسیم استنقلوف است و برادرش باباجان نام دارد. آنها در دهه هوسکار خوبادیان زندگی میکنند. پدر آنها عبدالکریم با لقب کریمی سیاه است. همامی درآمدگاه ناحیه را شخصی کردند و بعدتر آن را تله و تاراج نمودند. حاضر آن حمام کار نمی کند. اینها از مردمان این ناحیه نیستند. بعد آمدن رحمانوف آنها به اینجا آمدند. کارخانه های پاودلوسازی، تمت، سلط بادرینگی را هم خصوصی کرده، بعدن که نتوانستند کار کرده آنها را فروختند. پدر و پسرها از پشتیبانی پروکورور گنرالی یوسف رحمان و یک کارمند صاحب منصب در آژانسی مبارزه با کروپسیای باختر با نام سنگلی و یا سنگک خیلی سخت روی راست لاف میزنند. یعنی دانسته باشید که ما در پشتمان کیها را داریم. عبدالکریم استنقلوف چندین سال سردار شعبه تنظیم ناحیه بود. از هر یک زائر خانه خدا 1000 تا 1500 دلار پاره می گرفت. عموما مردمی آمده از نواحی سابق ولایت کلاب در سه ناحیه شهر توز، ناصری خسرو و خوبادیان که اکثریتشان منصبدار و مقامدار شده بودند و بعضیشان حالا به نفقه برآمده است، تمام انشاءات دولتی از سابق شوروی میراث مانده را با راه زوری و فریب و نیرنگ و به پول و نیم بها خریدند و خصوصی کردند و فروختند و یا تا حال به مردم تهجویی به اجاره داده خودشان کیف و صفا کرده گشتند. ولی همه این مطیعی محب می باشند. ولی باز تحقیر و دشنامشان بالای این مردم است. مثال مشخصش همین سفری کلته و سفال بکو، دو سابق سردار ملیسه شهر توز است که خیلی ها را پسته و کرده یگان انشاءات داشته آنها را همچون پاره گرفته، حالا یک قسمش را فروخته و از حساب اجاره یک قسم این بناها زندگیش را پیش برده ایستاده است. الله شاهد است در شهر توز آنچنان حالت وخیم و طاقت فرسا است که دیگر نمیداند شخص از کجایش نویسد. ما ساکنان شهر توز هیچ دادرسی نداریم که دادمان را بگوییم، اما دادر عروس پیشوا را داریم که روی راست این مردم را استثمار، تجاوز و غارت و می‌دزدد. ولی هیچ کس به او یارای گفتن سخنی نکن را ندارد. با اطمینان کامل میگوییم اگر کمتری دیگر ادامه پیدا کند دیگر جانمان را به حلقمان رسانیده است. اینا بینین مردم همه در داد دو بایای اینا نامی سنتیاب کرد اینا موی بلا سادلوی برا چیزی میکنن حراس نکردم ده یک ما گوداکی دیناگی نیست، ما صاحب ملکم، ما صاحب ملکم در اینجا، ما صاحب ملکم. تو قانونی آمده باشی چی دارم؟ ما صاحب ملکم. کامera خدمت بفورم سیامکا میکنم. یگان چی نبوده. شما پروکورور هستین، شما وظیفتون نظارت کردن یک خیلی اجرایش قانون ها در قلمرو مملکت. از شما تا بالا دیگه یک ساختار نیست. در همه حالات شما نظارتچی هستید. نظارت میکنید. مراجعت کرده است. اساس دارد، دلیل دارد. بله بینندگان گرامی، پایان بخش اولی این برنامه. بینندگان گرامی، شهر توزیان گرامی، آگاه باشید که ظلم و ستم عائله پیشوا بر شما پایان نمی‌یابد تا آن روزی که شما ناترسیده، ناهراسیده همه جنایت های عائله او، مقامداران جنایت پیشه او در شهر توز و خودتان را ننویسید. شما ناترسیده به اصلاح نویسید تا آن همه رسانه‌ای گردند. هیچ ظالم امکان ندارد در مقابل صدای مردم و ایستادگری شما ظلم و ستم و تجاوزش را ادامه دهد. هرگز به ملت‌ها و محل‌ها جدا نکنید یکدیگر را. ساکنان شهر توز همه با هم یک جا شدن نویسید تا صدای جانکاه شما منطقه دور افتاده کشور را به خوبی شنوند و چاره اندیشند. ما منتظر نامه های شما هستیم. بله بینندگان گرامی، این بود آن شکایت نامه تلخ از مردمی شهر توز.
نامر کی تو ما ما نامر باشم زنده باشم همین نامر باشم زنده باشم رنگ زنده باشم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.